من آمین. یه سوال داشتم. ما همه کسا اویلوی یعنی برنامه شما را گوش میکنیم. شما بسیار افتنه تکرار میکنید الله تعالی الله تعالی میگین، بعد فرزندانم سوال میدیهم که اوچه چرا الله تعالی میگوین؟ تعالی چی باشد؟ گفتیم خیر خودش رو پرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اما بعد، بزرگترین نام الله تعالی و نام اسم جلالت این الله است و هم نام ها به این نام اضافه کرده می شود. مثلا در حدیثی که امام بخاری و مسلم روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که ان لله 99 اسما. الله تعالی 99 نام دارد. الله 99 نام دارد. یعنی دیگر نام ها را به نام الله نسبت دادند. الله این یکی از بزرگترین و شریفترین و این اسم جلالت مشهورترین نام الله تعالی است. اما کلمه تعالی این صفت است. تعالی از کلمه عالی گرفته شده. الله تعالی عالی هست، عالی مقام، عالی مرتبه، در همه از همه جهت عالی هست. جل جلاله و تقدست اسماؤه. و نام الله تعالی رو فقط الله خالقاً کمتر یعنی بی‌آدابی هست. ما خیلی که نام پیامبر صلی الله علیه و سلم رو نمیگیریم، محمدی خالی نمیگوییم صلی الله علیه و سلم، بلکه حتی همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم، حتی دخترانشان یا رسول الله گفته خطاب کردند. ای محمد گفته فقط آدمی بادیه نشین، صحرا نشین، شخصیتی که از مدنیت دور، اینها ای محمد میگفتند. اما دیگرها یا رسول الله. این از روی آداب است که نام یک شخص بزرگ را نگرفتن. و حتی الله تعالی هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ای رسول. یا در جای دیگر الله تعالی میگه که یا ایها النبی، ای پیغمبر. ندای کرامت، یعنی با احترام الله تعالی پیغمبر را ندا میکنه. یعنی پیغمبر علیه السلام مخلوق هستند، لیکن ما نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم را به زبان نمیگیریم مگر هم با وصفشان که در قرآن آمده است، با وصف رسالت یا پیغمبری یا رسول الله، یا که رسول الله، پیغمبری الله میگوییم. اما الله تعالی از روی آداب است که الله تعالی، الله سبحانه و تعالی، الله جل و علا، الله عز و جل گفتند در کار. یعنی نام الله تعالی رو بدون ثنا به الله تعالی باید نگرفت. تعالی یعنی اللهی که عالی مقام هست، عالی مرتبه هست، از تمام جهت عالی هست. جل جلاله و تقدست اسماؤه، به همین معنا. یعنی فقط اللهی تنها گفتن در کار نه برادران، الله تعالی گفتن در کار. یا اینکه الله سبحانه و تعالی درست در، الله عز و جل، الله جل و عز، همش جایز است. بله.